علما میگن که اگر خدا یک بار دیگه به هر انسانی که مرده اجازه بده که زمین شکافته بشه، بگه 5 دقیقه سرت بیا بالا یک نصیحت برای زندگان بکن، هر مرده‌ای که تو قبرستان دفن شده اگر خداوند به یک مرده اجازه بده، نه که 5 دقیقه، 10 ثانیه قبر باز بشه، روح بهش بر بگرده، بیا بالا سرت، یه جمله نصیحت بکن برای زندگان که هنوز نمردن. علما میگن اون جملهش اینه: تزودوا فان خیر الزاد التقوی. توشه بگیرید، بهترین توشه تقواست. اگه اشتباه نکنم جنید بغدادی بود، اون عارف بزرگ، به خواب یکی از شاگرداش میاد، میگه جناب شیخ اونجا چطوره؟ حالت چطوره؟ بعد به شاگردش اگه اشتباه نکنم میگه که هیچ چیزی به دردمون نخورد، نه این که مردم ما را میبوسیدن، پیشانی ما رو میستن، خم میشدن، دست ما رو میبوسیدن، نه شهرتمون، هیچی به دردمون نخورد مگر همون 2 رکعتی که تو در دل تاریکی شب میخوندیم و سجده میکردیم، میگفتیم سبحان ربی الاعلی، بنده دور از چشم مردم. اینا هیچ کدوم به درد آدم نمیخوره، این همه عکس گرفتن و خم شدن و دست بوسیدن و پیشونی بوسیدن و تعریف و تمجید و عمر رضی الله عنه میفرمایند اگر روز قیامت صدا بزنن همه بهشتی ان، یک نفر به بهشت نمیره. عمر فکر میکنه اون یکی عمره. از خودشون راضی نبودن. و ابوبکر رضی الله عنه میفرمایند اگر روز قیامت یک پام تو بهشت باشه پای دومم خارج از بهشت، ما امنت مکر الله، بازم در امان نیستم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند هیچ کس به عملش وارد بهشت نمیشه مگر اینکه رحمت خدا شامل حالش بشه. گفتن حتی انت یا رسول الله، حتی تو؟ گفت حتی انا، مگر اینکه رحمت خدا شامل حال من بشه.